کدخدا آقا در راستای حمایت از کالاهای فینیتویی همه گوسفندهای دهر دمیان طویله خود جمع نمودندی. کدخدا آقا سلام. هر رأس گوسفند رو چند میفروشی؟ گوسفندم کجا بود مردک؟ کدخدا آقا مهمان داریم، تو که این همه گوسفند داری خب یکی رو هم به من بفروش. 20,000 چوق. 20,000 چوق؟ آها یعنی زیاده. باشه حالا که اینطور شد 23,000 چوق. من میگم 20,000 زیاده، تو بیشترش کردی؟ 25,000 چوق. گاو که نخواستم آخه میگی 25,000 تا، یه بره کوچولو خواستم. چی؟ به گوسفند کدخدا میگی گاو؟ به کدخدا فوش میدی؟ حالا که اینطور شد 27,000 چوق. آخه من از کجا بیارم 27,000 چوق؟ ای وای، آخه من کدخدا چقدر باید هوای شما رعیت ها رو داشته باشم. باشه حالا چون تویی 25,000 تا میشه، 1000 تا هم به خاطر سخاوت کدخدایی کم میکنم، میشه 24,000 تا. خوبه؟ دست شما درد نکنه، یه دونه بره‌شو بده ببرم. آقا جان گول این بالا و پایین کردنهای کدخدا رو نخورید، از این کلاشتر خود نامردشه.